بسم الله الرحمن الرحیم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اوست خداوند در آسمان ها و در زمین، پنهان و آشکار شما را می‌داند و از آنچه انجام می‌دهید و به دست می‌آورید با خبر است. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هیچ نشانه و آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد تکذیب کردند، ولی به زودی خبر آنچه را به باد مسخره می گرفتند به آنان می رسد. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ اقوامی که قدرت‌هایی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم. بارانهای پی در پی برای آنها فرستادیم و از زیر آبادی‌های آنها نهرها را جاری ساختیم. اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حتی اگر ما نامه ای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم و آن را با دستهای خود لمس کنند، باز کافران میگویند این چیزی جز یک سحر آشکار نیست. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. از بهانه‌های آنها این بود که گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشده تا او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند. ولی اگر فرشته ای بفرستیم و موضوع جنبه حسی و شهود پیدا کند کار تمام می شود. یعنی اگر مخالفت کنند دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد و همه هلاک می شوند. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. و اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسانی در می آوردیم. باز به پندار آنان کار را بر آنها مشتبه می ساختیم، همانطور که آنها کار را بر دیگران مشتبه می سازند.